سلام. روز 5 خرداد حوالی ظهر بود که تو تلویزیون رژیمی خبری رو زیرنویس کردن که تروریستی به اسم اسدی رو دارن آزاد میکنن. از اینجا یه موج خبری کار کردن، زیرنویس دادن، رونویس دادن، توییت بزن، توییت بخون و خلاصه کلی دادار دودور که آی پیروزی آوردیم براتون. چه پیروزی؟ خدا قوت میگیم به اسدالله اسدی عزیز، تبریک میگیم بازگشتش رو به میهن عزیز و اسلامیمون و یک بار دیگه تاکید میکنیم همونطور که این تیتر رو در پشت سر بنده میبینید باید به این قهرمانان و به این دیپلماسی عزتمندانه بالید. آزادی اسدالله اسدی بزرگترین پیروزی دیپلماتیک دولت جمهوری اسلامی ایران بعد از آشوب‌های اخیر بود. حالا میخوایم ببینیم که این بزرگترین پیروزی بود یا بزرگترین افتضاح نظام آخوندی بود که حالا میخوان اینجوری ماله کشیش کنن. اول ببینیم که روایت رسانه‌های رژیم از این فضاحت چیه. آقای اسدالله اسدی دیپلمات زندانی کشورمون در بلژیک بعد از آزادی عصر امروز وارد تهران شد. آقای اسدی دبیر سوم سفارت کشورمون در اتریش بود که به اتهام‌های واهی در بلژیک زندانیم. اسدالله اسدی دبیر سوم بیگناه سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش بود که با طراحی رژیم صهیونیستی و بازیگری 4 کشور آلمان، فرانسه، بلژیک و اتریش به اتهام بمبگذاری به گروگان گرفته شد و بیشتر از 4 سال و 10 ماه در زندان‌های آلمان و بلژیک اسیر بود. دست‌نوشته‌های او که در صفحه مجازی همسرش منتشر شد نشان می‌داد او در چه شرایط غیر انسانی زندانی بوده است، آن هم در یکی از کشورهای مدعی حقوق بشر. قابل درکه که این موجودات از دریچه نگاه خودشون به دنیا و مسائل نگاه میکنند، ولی توقع میره که این سوراخ در طویله نباشه. آخه تروریستی جانی اطلاعاتی رو با چه قلمویی رنگ میکنی که اون رو دیپلمات بیگناه میبینی؟ تمام روایتشون از ماجرا اینه که این اسدی یه دیپلمات مظلوم سربزیری بوده توی اتریش که یه روز رفته بود تعطیلات آلمان، بعد پلیس آلمان و فرانسه و بلژیک میریزن سرش، یهویی ورش میدارن، میبرن دادگاهش میکنن، میندازنش زندان. اینم اصلا روحش هم خبر نداشته که چرا افتاده زندان. تو زندان هم فشار و سختی و سرما و شکنجه، اونم تو بلژیک، که بعد از 5 سالم یهو زنگ میزنن میگن در الو داره میاد ایران. چی و چجوریش هم زیاد بهش نمیپردازن. اینه روایتشون. اینه. این قسمت رو تقدیم میکنیم به آقای اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که 5 سال تو زندان بود در بلژیک به یه سری اتهامات واهی و الکی پلکی که حالا بهش اشاره میکنیم. همین ماجرای آقای اسدالله اسدی شروع کنیم. 5 سال پیش ایشون رو بازداشت کردن. ایشون یکی از دیپلمات‌های سفارت ایران در اتریش بود که به اتهام اینکه قراره در گردهمایی منافقین توی آلمان بمبگذاری کنه ایشون رو دستگیر کردن. 5 سال تو زندان بود و حالا آزاد شد. معلوم شد که این خبرها نبوده و اینجور چیزا. من با این جزئیاتش کاری ندارم. اولا باید به این شلغم بی مصرف گفت که گردهمایی که طرف میخواست توش بمب ترکونه تو آلمان نبوده، تو فرانسه بود. دوما همون چیزی که این نمیخواد وارد جزئیاتش بشه، ما میخوایم اتفاقا واردش بشیم. اصل ماجرا تو همون جزئیاته. اتفاقا هر چقدر که توی تلویزیونشون به این جزئیات نمیپردازن، ولی توی اسناد داخلی وزارت خارجهشون خیلی هم خوب بهش پرداختن. اول در مورد این ادعا که طرفی دیپلمات بود و مسئولیت داشته، ببینیم توی اسناد داخلی وزارت خارجهشون که به تازگی افشا شده چیا نوشتن. لازم است در همین جا تأکید شود موضوع آقای اسدی در حیطه وظایف و مسئولیت‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده و تمامی تحرکات و فعالیت‌های مربوطه پس از دستگیری آقای اسدی از سوی آن وزارتخانه مدیریت و هدایت شده و سابقه تمامی اقدامات انجام شده نیز در اختیار آن وزارتخانه قرار دارد. سوال: مگه نمیگی که این دبیر سوم سفارته؟ پس چه ربطی به وزارت اطلاعات داره؟ چرا وزارت اطلاعات این پرونده رو دست گرفته؟ حالا این داشته باش، بریم برای حکم دادگاه بلژیک در مورد اسدی چی گفته و این موضوع در اسناد وزارت خارجه چطور منعکس شده. متهم ردیف چهارم یعنی اسدالله اسدی
به عنوان نیروی وزارت اطلاعات کار می‌کرده و متهمین ردیف اول و دوم زیر نظر وی برای مشورت به ایران می‌رفتند. طبق اطلاعات مطمئن از سرویس امنیت دولتی بلژیک، آقای اسدی افسر اطلاعاتی وزارت اطلاعات است که در اروپا منابع اطلاعاتی را برای اداره 312 مدیریت می‌کرده است. آقای اسدی از پوشش دیپلماتیک استفاده کرده و دیپلمات نیست. پس ببین این همه دیپلمات مظلوم و دیپلمات بیگناه که میکنی، خود وزارت خارجه این نظام داره میگه که طرف همه کارهاش رو داره با وزارت اطلاعات دنبال میکنه. دستش هم برای طرفای اروپایی رو شده که یک مأمور اطلاعات بوده که وزارت خارجه فقط بهش پوشش میداده. دادگاه بلژیک آقای اسدالله اسدی را به 20 سال حبس محکوم کرد با پرونده‌ای پر از خالی. اما در مورد پرونده پر از خالی، اگر از اون بمبی که پلیس ضبط و منفجر کرد و از اون دفترچه سبز اسدی که توش همه مکاتباتش با تروریست‌ها در مورد کنترل بمب ثبت شده بودن بگذریم و اگر از ارتباطات ایمیلیش و روابط و نامه‌نگاریش با سایر اعضای باند بمبگذار و ملاقات با اونها هم بگذریم و اگر از تهدید کردن پلیس بلژیک به حمله گروه‌های نیابتی رژیم هم بگذریم و تازه میرسیم به اسناد وزارت خارجه شون که اونجا هم از قول وکیل خودشون نوشته که آقا جان به خدا هیچ روشی برای گشودن مجدد پرونده اسدی وجود نداره. در خصوص امکان پذیری طرح شکایت در دیوان اروپایی حقوق بشر، وکیل اظهار بدبینی کرد. یعنی اینقدر ادله علیه این تروریست محکم و قوی بوده که وکیل خودشون دست بالا کرده که آقا نمیارزه واردش بشیم، حکمش سنگین‌تر میشه اگر ببریمش تجدید نظر. ادعای دیگرشون ادعای مصونیت بود که خیلی روش مانور کردند. ایشون دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سفارت ما در اتریش بودند. خب طبق اصول حقوق بین‌الملل و کنوانسیون 1961 ناظر بر روابط دیپلماتیک نمیتونیم دیپلمات‌ها رو در واقع بازداشت بکنیم، به ویژه اگر حتی در یک کشور ثالث باشن و به محل مأموریت خودشون در حال بازگشت باشن یا به کشور خودشون، و ایشون دقیقاً همین وضعیت رو داشت. ببین باز طبق همون اسناد وزارت خارجه‌تون، اتریش سرضرب همون روزای اول دستگیری مصونیت اسدی رو لغو کرد. یعنی اگر کسی باید شاکی باشه، اتریش باید شکایت کنه که چرا یک تروریست بمبگذار رو به عنوان دیپلمات بهش غالب کردید. اتریش در تاریخ 2 جولای 2018 مصونیت متهم ردیف 4 آقای اسدی را بر اساس ماده 9 کنوانسیون لغو کرده است. بنابراین دیپلمات به عنوان عنصر نامطلوب اعلام شده است. یکی دیگه از بخش‌های روایت سازی نظام اینه که اسدی توی این ماجرا شکسته شده، ولی برای توجیه این شکستگی جو دادن که ای داد ای هوار، اسدی رو توی زندان‌های مخوف بلژیک شکنجه کردن، حقوق بشر کجایی؟ حالا این تصویر هنگام بازگشتش به ایران چند ساعتی است سوژه کاربران فضای مجازی شده. تغییر چهره و سپیدی محاسنش همه نشان از شکنجه‌های سخت در زندان‌های مدعیان حقوق بشر است. به وطن خوش اومدی، مگه زندان‌های اروپا بهشت نیست؟ چرا اینقدر شکسته شده؟ برای روشن شدن فشارهایی که اسدی در این زندان تحمل کرده، باز سری میزنیم به اسناد وزارت خارجه شون. این دیگه گزارش درونیشونه، اینجا دیگه تبلیغات و بازی با کلمات نیست. طرف برای مافوقش نوشته و میخواسته هر چیزی که بوده رو با جزئیات منعکس کنه. این گزارش که 15 صفحه است، اگر بالا تا پایینش رو جارو کنی، سقف فشاری که این بمبگذار خودش گفته اینه که شوفاژ اتاقش برای چند ساعت قطع شده. 12/9/1399 اطلاع آقای اسدی به نمایندگی در خصوص قطع سیستم گرمایشی سلول ایشان و بلافاصله مکاتبه نمایندگی با رئیس زندان و اعتراض به این مشکل. سر همین یه مشکل کوچیک فنی 10 تا نامه رد و بدل شده که آقا شوفاژ قطع شده، فلان شده، گرم شده، سرد شده. البته یه مورد دیگه از فشار هست که توی این گزارش هم باز بهش اشاره شده که این دیگه سقف نقض تمام کنوانسیون‌های حقوق بشریه. طرف گفته چی؟ شارژش تموم شده و تماسش با خانواده برای یه روز قطع شده. 18/10/1399
ملاقات رایزن نمایندگی با رئیس زندان و پیگیری حل مشکل تماس تلفنی آقای اسدی با خانواده. یعنی همین نظامی که دم به دقیقه اینترنت 80 میلیون ایرانی رو قطع میکنه، نت رو کند میکنه، الان علمشنگه رو انداخته که آی تماس تروریست با خانواده چند ساعت قطع شد. بعد سریع هیئت رو انداخته، ملاقات رو انداخته که سیم کارت جدید برای طرف برسونن. اون قطع اینترنت 80 میلیون نقض حقوق بشر نیست، ولی این یکی شکنجه و فشار روحیه ها؟ خوش آمدی قهرمان. بعد از 1789 روز اسارت. اما چه اسارتی؟ 100 روزش در زندان بیماران اعصاب. ببین اگر کسی قرار شاکی باشه اون بیماران اعصاب هستن که باید شکایت کنن که چرا این جونور تروریست آدمکش رو آوردن پیش اونا. مقایسه زندانیان زندانهای ایران و اروپا هم از دیگر نظرات کاربران بود. در بلژیک و در زندان مدعیان اروپایی حقوق بشر چه بلاهایی بر سر دیپلمات مقاوم و با غیرت اسدالله اسدی آوردند که ظاهرش چنین تغییر کرده است و در زندان جمهوری اسلامی ایران چه وضعی است که هنگام آزادی انگار از قبل قبراق‌تر و سرحال‌تر شدند. زندان‌های جمهوری اسلامی متهمان رو 60 کیلویی تحویل میگیره، 90 کیلویی میده بیرون. ولی ببینید یک زندانی از دیار حقوق بشر چه بر سر اسدالله اسدی جوان آورد. انسان میمونه چی بگه، قدرت تکلم گرفته میشه اصلا یه وقتایی. آخه زندان وحشت حکومت آخوندی حال آدم رو خوب میکنه؟ بعد مگه بکتاش آپتین یادمون رفته؟ ستار بهشتی، زهرا کاظمی، محسن دکمشی، سینا قنبری، زهرا بن یعقوب. اگه بخوام اسم بگم تا فردا صبح طول میکشه. آخه بحث قتل زندانی در زندانهای این حکومت که 1 2 تا و 10 تا نیست، 10,000 و 20,000 و 30,000. بعد این یارو تو زندان بلژیک بهش بد گذشته. شما این تصاویر رو ببین. زندان هارن در 9 کیلومتری بروکسل در بلژیک. این یه نمونه از زندانهای بلژیکه که اون یارو تروریسته رو توش نگه می‌داشتن. این همه امکانات زندان به کنار، تازه پولم میریختن به حسابش. نگاه کنید، باز تو همین اسناد وزارت خارجه پول تو جیبی این تروریست یه قلم 1500 یورو بوده. پیگیری واریز مبلغ 1500 یورو به حساب آقای اسدی در زندان جهت تهیه مایحتاج. ببین به یه کارگر زحمتکش تو ایران سقفش 150 یورو در ماه میدن. بعد اینجا به یه تروریست بمبگذار 1500 یورو تقدیم میشه. آره خیلی بد گذشته، خیلی. حدود 5 سال که در زندان‌های کشور بلژیک و آلمان بودند به کشورمون بازگشتند. ایشون الان شرایط صحبت کردن ندارند. اما چی شد؟ چرا شرایط صحبت نداره؟ پس سوال اصلی اینه که چرا اسدی اینقدر شکسته شده؟ اینکه بهش بد نگذشته. پس داستان چیه؟ اصل ماجرا شکستگی یک فرد نیست. این وضعیت ناشی از شکست و ضرباتی است که کل نظام در این 5 سال بابت پرونده اسدی متحمل شده. اول اینکه کلی پول و امکانات خرجش کردن تا بمب رو به صورت فوق محرمانه از ایران ببره اونجا که مهمترین عملیات تروریستی تاریخ نظام رو انجام بده. عملیاتش که انجام نشد هیچ، هم خودش هم تمام اعضای باندش دستگیر شدن. بعد نظام تلاش کرد که به بلژیک مسترد نشه که اونم شد. تلاش کرد که دفتر سبز و قرمزش لو نره که همه کدهاش و ارتباطاتش با همه مزدورای نظام لو رفت. بعد میخواستن کارش به دادگاه نرسه که دادگاهی هم شد. میخواستن محکوم نشه که حد اکثر مجازات رو بهش دادن، چون دیگه اونجا بیشتر از 20 سال ندارن که بدن. بعد از همه مهمتر برای همگان روشن شد که دشمن اصلی نظام کیه، که رژیم حاضره به خاطرش یه مأموری در این سطح رو با پاسپورت دیپلماتیک خرج یک عملیات تروریستی علیه اونها بکنه که بعد هم برای اولین بار در تاریخ هم دستگیر شد، هم محکوم شد، هم 5 سال هم رفت زندان. یعنی تو بازی پرونده اسدی رژیم توی این 5 سال 8 تا گل خورده، یعنی این بازی رو با فضاحت کامل باخته. بنابراین پرونده اسدی بزرگترین شکست دیپلماتیک، اطلاعاتی و تروریستی در تاریخ رژیم آخوندی بود. معلومه که طرفت بشکنه نتونه حرف بزنه. حدس میزدیم با 4 سال و نیم اسارت چهره تغییر کرده باشد، اما این حد شکستگی را گمان نمی کردیم. تازه برگشت این تروریست هم
باز خودش یک فضاحت دیگه بود برای اینا و یک برگ قدرت دیگه برای مقاومت ایران. چون اینا که میخواستن یه سال پیش این معامله ننگین رو انجام بدن، ولی مقاومت ایران با هوشمندی و جنگ گسترده حقوقی همین تصمیم رو هم در دادگاه‌های بلژیک به چالش کشید و به مدت 1 سال جلوی این معامله ننگین پیچید. دادگاهی در بروکسل بنا به شکایت جمعی از مجاهدین و وکلای ایشان حکم صادر کرده است که استرداد آقای اسدی دیپلمات کشورمان برای 2 ماه به تعویق بیفتد. دست آخر بلژیک مجبور شد با گل به خودی این معامله رو جور کنه. یعنی مجبور شدن شاه بلژیک رو وارد این بند و بست ننگین بکنن تا بتونن دادگاه‌های خودشون رو دور بزنن. بنابراین هیچ دادگاهی اسدی رو آزاد نکرد و فقط به عنوان یک مجرم با یک گروگان دیگه مبادلش کردند. نتیجه این که پروژه اسدی یکی از بزرگترین افتضاحات تاریخ رژیم آخوندی رو رقم زد و برگشتش هم نزد رژیم به مصداق تف سربالا تو ریش خامنه‌ای بود که خیلی زود هم موضوعش رو جمع کردن و کنار گذاشتن که بیشتر از این فضاحتش بیرون نزنه. وقت بخیر و خدا نگهدار.